تو در روی خط نیستی. من تو را میکشم. سیاه به فکرم تو بسیار زندگی کردی کاتاکیلاس. سیاه با دقت باش. پیش از تو را کشتن و تو یک سوال دارم. جنگاور کیست؟ سردارم از برای خدا تستر حی کنید وگرنه در آن خانه 18 سرخ همه را میکشد. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ با صورت بلند میروم. نمیبینی مگر؟ میگم ای ماشین بفرام اون الجان یکی بریم اموجا بکشن. چی خدت ترسانچک بوده ای؟ گروهی زیاد دعوت کردیم همشون میآیند آخر. اکنک بیا التماس خود ترنه بانگی او را 18 سرخ میگن ای پیش برآمدگیشم میکشه. اگر بی‌ترسی به طرف راست میستم فرار. من خودم میروم. اکنک تو باور کردی که من نومردم؟ فکر کردی که من خطیت نمیرم؟ صغیره می من به خاطرت از دم شمشیر اژدها را میگذرم اکن. از دم شمشیر اژدها رو میگذشت است ابله ترسانچک. مردک ما شیر نریم که چخیلی در دل ما کم کم ترس است. زنده یاری دهید. سیاه سیاه کمک یاری دهید. یکان کس هست. امداد یاری دهید. خواهش میکنم. پلیس سیاه تو خوب هستی؟ سیاه نکن التماس. خواهش میکنم وگرنه تو را پاره میکنم. تو حالا هم نمردایی. دوست داشتنی من را باید دست نمیرسوندی. پدرم رو التماس نجات بده. تو همه رو نجات میدی که پدرم رو هم نجات بده. زنده است. زنده است گفتی؟ اما کارکنه دلش سست است. زود به بیمارخانه بردن لازم. چی کار میکنیم؟ جنگاور یگان کارکن. زود باش. پدرم میموند مگر نمیبینی؟ پدر چشمانت رو گشا. پدر نمور. تو رو از دست دادن نمیخوام. پدر من رو تنها نگذار.
نیست نرفت. پدرم مرده ایستاده است مگر نمیبینی؟ بیا پدرم رو نجات ده، التماس کاری کن. جنگاور التماس کاری کن، پدرم میمورد. بابای قدیر پدرم میمورد، کاری کنی. خانم هاتر یاری تجلی رو جمع میزن. زود باش، زودتر، پدرم میمورد. پدر جنگاور یکان کار کن. با دقت باش. یاری ده. زود باشید، زودتر. زود پدرم رو نجات ده. کمی پدر خیز. زود باشید، زودتر. چرا جواب نمیدهد؟ کی هستی؟ رحم مخفی. الو. یک خبر به شما رساندنی هستم. جنایتکار با نام اژدهای سرخ به خانه زهرا شملی رفته است. تعجیلا به آنجا روید وگرنه همه آنها را میکشد. ما علیکی به مکان حادثه رفته ایستاده. تو کی هستی برادر؟ انشالله با آنها چیزی نشده است. الو. الو. خاموش کرد. قهرمان حقیقی منم. همتان را نجات میدهم. ناملازمی التماس ما را نجات دهید. پارون وگرنه آن دیوانه ما را میکشد. پدرم شیری نرستی. پرونی ابله رو، پرون آتش کشا، قوتت رو نشون بده به او. این کارو بینم. ما را این دیوانه باز نجات داده است. دی پرانو را. دیوانه. اگر نپرانی بده من میپرانم. خاموش فریبگر. و تو سلاح را نه، گناه هم را نمیدیم. من این ساختکار را کش، پسرم را رها کن. چه میگویی پیرمرد؟ در حال مرا فروختی ها؟ خاموش باش گفتم ساختکار. این فریبگر را کش، پسرم را رها کن. هر دویشان میمیرند، هر دویشان در روی خطند. اینجا اگر کسی هم بمیرد پس آن هم تو هستی. چون که قهرمانی حقیقی منم. پدر قهرمانم. توربو ازمی من. پدری من هستی. پرانو رو. با دقت باش مولا ازمی. تو خاموش باش، ساختکار گپ نزن. برو پرون ازمی. قهرمان پرون. تو قهرمانی ما هستی. زودتر پرانو رو. تو چی کار کردی حریفی باز؟ سلاحی بابایم را شکستی. سلاحی دوست داشته او بود. آخرین آدم ما را میکشد. تو حالا هم سلاح گفته ایستاده زهرا. من تو را پدرم رو چرا زدی تو ها؟ این را کش.
مرامان اینا کش. در همین جا هم دشمنی میکنی ها؟ نیستا نکن ایمداد پولیس نیست جگان کس نیست یاری دهدیسیموس رها کن آنها را نه نکن این صدای زهرا است کو؟ اکا اونال گروه زودامال انتظار نمیشوی؟ کدام گروه؟ دو رها کن آنها را نکش یک طرفیست. تو در روی خط نیستی. یاری ده جگان کس نیست پولیس کجاست یاری اژدهار سرخ بست. نهایت به کار آمدی اونم. میکشم. جا التماس رفت باید روم. جا ایستا خوش میکنم جا لطفا جا نرم خوش میکنم پسرم کمال ملیس مادر همش گذشت دخترم گذشت همش گذشت دخترکم کمال پسرم کمالی من کمال کس نیست یاری ده. مادر یاری تجلی رو جغزنید مادر یاری تجلی رو جغزنید التماس یاری تجلی مادر یاری دید مادر جو استاد خوب هستید؟ زنگ زدم جواب ندادید. شنیدم که اژدهار سرخ به شما حمله کرده است. خوبیم اجرا هیچ گپ نیست. تو از کجا شنیدی؟ از کمیسر اونال استاد. خوب هستید استاد؟ با هیچ کس چیزی نشده است؟ خوبیم یگان چیز نشده است. از پس اژدها هستید؟ از پسش هستید؟ بله از پسش هستیم. اونال تیر پراند او گریخت. پلیسا از پسش هستند. من هم از پسشان میرم. اجری وقتی گپ زدن ندارم. خیر تو بازدید. استاد یک لحظه. پدر التماس پدران رو نجدید پدر سلام. هجری پدر چی خیلی از جانم؟ احوالش بسیار بد است هجری احوالی پدرم بده تمام جانم آرام شد. دقت همین گروه ها شخص شوبهناک را در چهار راه پیشگیری میکنم. شوبهناک بسیار خطرناک است. تکرار میکنم و بسیار خطرناک است. با دقت باشه. اکا اون طرفی پولو را. این کوچه مرکزی نیست مگه؟ بله. با دقت همه گروه های زود آمد. ما از پسش با کوچه میداریم شما از پیشش بروید. علاقه تمام.
کجا رفت آدم؟ با کجا رفته باشد؟ سردارم راه تمام شد آخر کوچه. ای بیعقل، من هم دیده ایستادم که کوچه تمام شد. من هم دیده ایستادم. اکنون عین حال سوز گپ زد که لوین عصبی ای. بلنگم نزد کوزی کورم میپرتو میرم. ای گم شو، گپ نزن، دمت رو گیر. ترم دم تبگی. این لعنتی با کجا رفت؟ سردارم اگر مرا جنگ نکنید به فکرم من میدونم که اژدها در کجا. چه میگویی؟ قسم بخود جنگ نمیکنم جوشا میگم. تمام جنگ نمیکنم. قول به خدا قسم بخور. لوین تمام مدامی که جنگم نمیکنی میگم 100% اژدها رو سوق پرواز بکنه. پر داره ایجا پریده برفت است. همین رو گفتنی بودی یعنی؟ بله رفیق سردارم. لوین این گپ رو با کلات فکر میکنی یا نه با دیگر جو؟ بله با دیگر جهت فکر میکنی. آدم چه خیلی پرواز میکرده است؟ نه سردارم از برای خدا شما برای چی مرا جنگ میکنید؟ اژدها رو سوق یک آدم خیریاتی است. یک قطار قابلیت تکنیکی دارد. شاید لباسی داشته باشد که کنوپکا رو زیر کنه بعداً با زمین پساتکا کرده بیاید. ای گم شو، جانم رو نبرار. آخه گفتی جنگ نمیکنم. اکاونه لمی اژدها رو سوق رنگ اژدها مولتیک شرک ای دانش علو پوف کرده میتونه؟ البته از پسش هم دود برآورده میتونه. یا توبه وای من بد کده کونه انیق میتونه. شخص شبهناک دیده شد. تکرار میکنم شخص شبهناک در محله ساحلی نمایان شد. ساحلی؟ کی با اونجا رفته است؟ پرواز کرده است چی؟ دیدید سردارم من گفتم که پرواز میکنم باور نکردید ولی خودتون با زبان خودتون گفتید که پرواز کرد. چی گفتی سوده دیوانه؟ یک دقیقه سردارم یک دقیقه. باز چی گفتن میخوایی؟ اگر این اژدها سرخ هم پرواز کند هم آدم تیزدو باشد معلوم میشد که او آدم نیست. اینو پلینتیانه با چوچو کلوبی 100% ماننده. اینو پلینتیان؟ بله سردارم خودتون با زبان خودتون گفته که پرواز کرد. پرواز کردن تنها آدمان دیگر سیاره میکنن برای که تکنولوژی بقوت دارن پیشرفتن. باور کنید سردارم اژدها سوق اولاد چوچان. لوین با اون کله که تو فکر میکنی با اون توف کردم. با ماشین شین به اخلاق چه در سر آدم توف میکنن. همین در اژدها رو سوق نکش که تستا جانی مخالف میشه. زود باش. اژدها من تو را میکشم. آمده بلای سرت میشوم. از دست جنگاور خودم را به زور نجات دادم. یک بار دیگر با اژدهای سرخ کار کنم مرا میکشند. پول‌هایی که از دست اژدهای سرخ میگیرم بسیار است. بعد از مردن چیکار میکنم پول‌ها را؟ خدا لعنت کند. در حال باید ناپدید شوم. تمام شما تقریب را دوام دید. از پیش ما میآید. پیش راهش را میگیرید. سردارم اگر اژدها سوق علو پوف کنه کپامون دود کن. لوین از طرفی دستی راستم هستی. یک مشت میزنم چنان پرواز میکنی که تمام سردارم شما فقط عصبی نشید. با دستی راست در بین روی اژدها سوق شپلق بزنید مرا نزنید. تمام. لوین این از زنگ ما گرفتم. تمام. انا اونجاست. دیدستمش سردارم دیدمش. یا ابلهی بیشرف باز.
حاضر با تو نشان میدیم آدمی پست. سردارم انا اونجا. ایستا تسلیم شو. شما از این طرف روید. ایستا تسلیم شو. بچه بس توفیلم دارید. تسلیم شو میگویم. مرده کشتیش اجدارا. سردارم اجدارا سر تیر کرده. دیگر ما را هیچ کس کشته نمیتواند. لوند نقابش رو بکش، رویش رو ببینه. یک دقیقه عذر درک جمعومت تاریخی قرار داره. یکمین آدمی که روی اژدهای سرخم ببینه اونن لوند میکشونم. به شرف نهایت مردی. راحت خواب کن شوکت. خونت در زمین به صاحب نماند. همین بود است اژدها. گفتم که رنگ چوچه. بچه ها را بگو که آمده ای را گرفته به مارگ برده آنجا گذارند. سردارم شما به عقل نگیرم ما رو میبرن. اینا لابراتوار را برده از بالا این سنجش گذراندن در کار. ای راستی این آدم دیگه سیاره از سردارم. مقصد من همین است که از بالا این والیما کار کنن، یگان چیزی نو اختراع میکنن. موقعی که پوستش یگان. من به تو چی گفتم ها؟ زنگ آمده این را گرفته به مارگ برده گذارند. میگم در لابراتوار بفروشمش، از پوست سرش تاولک بسازم. لوند من تو را به کجاها میبرم؟ آه توی آه چی گپ است؟ باور که نه ترس پرسم گم شید. از تلفن در ماشین بریم در نفر زنگ میزنیم. پدر زیبایی من. اشکم نیست دخترم، اشکم نیست. من خوبم، هیچ چیزی نشده است دخترم. چه چیزی نشده است پدر؟ با احوالت نگاه کن. هیچ چیزی خطرناک نیست آخیر. مهمش همین است. در دیگر باره فکر نکن. تو بدیل نگیر. و فکر تو جنگاور چرا مرا نجات داد؟ از من نفرت نداشت مگرو؟ نمیدونم بابای قدیر. پدر جنگاور غمخوری همه ما است. هر وقتی که من با خطری روبرو شوم جنگاور مرا نجات میدهد. اگر جنگاور نمیشد شاید آن آدم تو را گاهی ها باز کشتر پرداخته بود. تمام دخترم شد، دیگر گریه نکن. خوبم بین. تو هم
در روی خطش نبودی جناب محسن. معذرت، نفهمیدم که چرا با تو هجوم نکرده است و اژدها را. باور کنید نمیدونم، شاید ترسیده باشد. از من نترسید و از تو میترسد میخیل. از ترس پنهان شدی میخیل نه؟ مسلمان تنها از خدا میترسد جناب قادر. نصیحت را بس کن جناب محسن. از من ترسیدی میخیل نه؟ چقدره که خدا عمر داد زندگی میکنیم، باید از آن ترسید که به غضب خداوند گرفتار نشویم. بیمار باید استراحت کند. لطفاً او را تنها گذارید. رفتیم سلام جان. پروا نکن دخترم، من خوبم دخترم. رفتیم عزیزم. خدا رو شکر که پدرم زنده موند. اگر جنگاور اومده نمی رسید الکای هر دویمون مرده بوده. همه‌اش گذشت سنم، زیق نشو مایلش. پدرت شفا می‌یابد. با تو و یادم مرد میگویم، چرا باور نمیکنی؟ من تا مرده اون حریف را با چشمانم نبینم باور نمیکنم. یزنه کمال، تو با این حال در اینجا چیکار میکنی؟ با تو گفتم که نیو. اگر میشود میلیس، من هم میبینم. بسیار خوشم اومد که تو ما رو فکر میکنی. من به همین خاطر آمدن میخواستم. آخر کمال در مرگ هستیم، نمیفهمی تو؟ مرگ رو یک سو گذار تو که اگر من رو از دلت دور کنی زندگی برای من مرگ میشود. در مرگ گپ زنی بی اخلا را بین. و آدم مرد است. ای یزنه مرا ببخشو، از کجا باور داری که او اژدهای سرخ است؟ عجبا باوری دارم، چون که خودم را خودم پروندم. مردک نقابشم من خودم با دستای خودم کشیده گرفتم. یکمین آدمی که روش شدید لوین بود. لوین. بله مرد. آخر من هم میدانم که مرد. تو از کجا میدونی؟ نه آخر تو مرده از گویی مرده است. انیق به تو باور دارم منال جان. تا روی مرده اون آدم رو نبینم راحت خوب نمیروم. در اصل اگر روی مرده رو بینی خوابت نمیبره زهرا، خوابت میگریزد. بیا ما میرویم از اینجا. به هیچ کجا نمیروم، میبینم. بله اونال، هممون دیدن میخواهیم. کشو میگوی سگ بچه کرده است، اینو دیدنی رفتیستن. با خدایه. خب مادامی که دیدن میخواهیم. همین است. اول من کشویم. کشو من میبینم. خدایا تو چی کار میکنی؟ من رو کشتن خواست، تو دیدن میخوایی. یک سویست من میبینم. ایسته اول من ببینم، صبر کن. تو چرا میبینی؟ شما مگر دیوانه هستید؟ اکاونر چی خیلی هر کدامش 20 سومونی بگیریم بعد روی اژدها سرخ ببینم. یک طرفیست من ببینم. مردک من شما را گفتم که امینا بیا لابراتوار دا بفروشیم، گپا نگرفتی. لوین پسرم سفسته نگو که با خدا تو رو هم بنده او میفرستم. فهمیدی؟ اول من میبینم گفتم. ای دختر منتظری نوبتت باش. اول من میبینم. با اون طرف نکشید. گفتم که من اول من ملیس گفتم که من اینجا میبینم. چون نکنی ساستکار کنی یک سویست. چه گپ میزنی؟ برای دیدن این مرده خودمان را میکشیم مگر دیوانه؟ بس هست. این مرده را دیوانه کرده. سراسیمه نشوین، همه تون میبینی. با همه تون نوان میرسد. ببینید آخر. مرحمت. انا با شما اژدها. همین بود؟ مثل که مونن مرد است. برای همین شاید وجودش ایوه شده باشد.
خدا رحمت کنه ماما یک کمپیری بدرو بود وقتی که مرد روش سب سفید خشروشی کلیسکه ماما رحمتی اژدهار سیاه بود. اژدهار این است. این را من کشتم، پاره کردم. بینید مرده کلام به عقلی نکن، مرده را میترسونی. پدر جان با تو چی شده است؟ قربانت شوم. خاموش باش ناخلف. خدا را شکر زیاد که از این دیوانه خلاص شدیم. در ماه رمضان بلای بالای سر ما رو ببینده. برادر تو فکر کردی با شمشیر آدم ها رو پاره میکنی؟ انا دیدیم اکنون عاقبتت چی شد. اگر تو شمشیر داشته باشی من هم ماشین دارم. تو رو چه زدم؟ چی؟ کیلاس چی گفتی؟ من چیزی نگفتم. نه در جهنم عذاب دهندگان زیاد باشند، عذابی سخت کشی نجات نیابی گفتم من. حریفی افلاس در دوزخ میسوزی انشالله. جزای به دختر هجوم کردن رو میبینی، با قری دوزخ روی انشالله. میکرا سلاحی بابایم رو پاره کردی، در جهنم سوخته کر شوی انشالله. افلاس، ابلیس، لعنتی، متهم، بد اخلاق. گپ زنی آدم به عقل بین نخوا آدم پشتی مرده گپ بزنه. شما چی خیلی آدمین؟ انسانی پس بدستی از پسش نگه در رویش گفته ایستادم. توبه این ابله برادری من شوکت را کشت. راحت خواب کن برادرم. سردارمه حقیقت رو با این آدم فهمونید ببینید چقدر هم ازیخن. لوید کی را میفهماند؟ و اصلا ما برای دستگیر کردن این اژدهای سرخ نقشه کشیدیم. نقشه؟ کانونی دیوانه و شوکت را مرده نشان دادیم. چه خیر؟ یعنی شوکت و کانونی دیوانه زنده اند. چی؟ زنده؟ شوکت نمرده است یعنی زنده است. گفتیم که برادر زنده اند و خیر. سراشون با بین بستگی نه که حضرت هر دوشون زنده اند. اونها که زنده باشن معاش خدایی کی رو خوردیم؟ شوکت زنده. تو چه خیلی خبری خوش دادی؟ بیا تو را ببوسم. این آشنا رها کن مرا. یکی زن نبوده. بیا تو را هم ببوسم. شوکت زنده. کنی بیا تو را هم ببوسم. شوکت زنده. چیکار کرده ایستاده ایزیو؟ در پشتم پنهان شو، این خطرناک است. همه را بوسه میکنم. بیا تو را هم ببوسم. نکن. یک سویست رها کن پسرم را. بیا تو را هم ببوسم. بوسه نکن مرا فریبگر افلاس ناکس. کمیسر لوین یک بار دیگر شما رو هم ببوسم. بیا کمیسر. به عقلی کدام مردک که بوسیده گمشه میجه. بس کن اکنون. مردک به عقلی که مردک که بوسه میکنه همه جا منو پریتوف کرد. حیوان دهانت بو میکنه. براوسی گمشه به عقلی نمیشیدنی. شد بسیار خرسند شدم از همین خاطر. بگی دست بخدا شما دیدم کلتا کلا. تمام اکنون همه به خانه شود. اکنون همه در همون است. روید اینجا رو ترک کنید. روید گمشه بدید اینجا. رفتیم جانم. اپتیکین کجاست؟ وای جناب. گبزن اپتیکین کجاست؟ خدا هم نامد. اپتیکین رو کمیسر اونر شما هستید فکر کرده پرون جناب. چی؟ روزداری ایزت است، ماهی شریفی رمضان برکت است. شاهی 11 ماهی دیگر برای مسلمانان رحمت است. روزهای گرفته تا برای خودتان شفاعت است.
رمضان ربی من آلا ماه رمضان. او کی هست؟ کی میشود؟ تبلک زنی غیر قانونی پسرم. صدقه های ما رو همین خیل میگیره، مگر ما حق ما رو به او میدهیم ها؟ مصطفی برادر، تو کی هستی ها؟ اصلا شما کی هستید؟ ما تبلک زن هستیم. ها البته از حکومت حجت داریم. از حکومت حجت دارید؟ اگر شما از حکومت حجت داشته باشید من هم از بالا حجت دارم. او چی میگوید؟ دیوانه هست چی هست؟ ای ربی من خانی برادر، کاری هر یک مردی نامرد نیست. بینگرد بر افت و اندامتان، در رویتان چون ازمی نوری خداوند نیست. تو با ما جنگ کردن میخوایی ها؟ زمزمه تبرز بیمرزی است، سخنهای ازمی همش بنغزی است. هر کی را نامش ازمی از بد هیبت است، نامی من هم داملا ازمی است. این پیرکی چی میگوید ها؟ کنی جوابی دهانی او را بده، بعدا دهان و بینیش رو میشکنیم. در بیخ گوش من یگان پشه ویز میکند مگر، یا این که مصطفی در روبرویم ایستاده دیوانه هست مگر. تحقیر مکن تو مرا، گبزنی محل را. چوب دستت را گرفته در سرت من ریزه بارا میکنم. من به تو عصبت را ویران میکنم، خبرت را میکنم. گپ بسیار نزن موی سفید، من آدمی گنده هستم. حواله گنده بر خدا، روی آدمی گنده سیاه. عاقبت در زیر خاکی، خاک بال در روی خاک. در سرت با سنگ میزنم، با بالای کوه میدوی، باز بسیارتر عصبی شوم، نت میکنم. سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن نگردانی. چون خرید دجال من تو را سواری میکنم. صغیر ساز گپ زن، امکانیتت را تنگ نکن موی سفید. صبری من تا جای است، در سرت مشت میخوری، به خانه رفتن نمیتوانی. دغدغه بسیار مکن مثل سگی کوچگی. در تای پات و نخت هر کس به خانه خود، یا که خانه نداره پستتان میکنم، خبرتان را میکنم، برده میگرانم. زود گم شوید وگرنه شما را. تو کی رو نگوریز، کن اینجا بیا، اینجا بیا، اینجا بیا. اوه، وقتی سحر خورک شده است. گریه نکن دیگر. اوه، بیا تو رو برای سحرخوری میبرم. چی؟ مرا برای سحرخوری میبری؟ البته تو رو با افطار نبردم، اقلم با سحرخوری برم. اما پدرم چی؟ پدرت وزیر خوب است، تا بیدار میشود که ما برمیگردیم. رفتیم. جانی من هستی. کمال، دستت درد میکند؟ آه ملیس، دیلم درد میکند. این درد چی است؟ مرا بین، به تو یک امکان دادم، از حد نگذران. میلش کمال جان؟ زیا، برای خانه دار شویمون دیگر یگان مشکلی نیست همیخی؟
هیچ مشکلی نمانده است. گرچند ما میگوییم مشکلی نیست، اما باز مشکلی پیدا میکنن. من باید به هجری خبر میدادم، بین فراموش کردم. به هجری خبر دهم که اژدها مرده است. او هم در روی خط او بود کو. الو استاد. هجری به تو یک خبر خوش دارم. اژدها مرد مگر؟ چه خیل مرد؟ در این قصد خواست که ما را کشد، بعداً از پسش شدیم. خدایا خواست که گریزد، اما اونال او را کشت. استاد باوری دارید؟ البته باوری دارم، با چشم خودم دیدم. یعنی تو آرام باش دیگر. هجری یک خبر دیگر هم دارم، فراموش نکن. کنعان و شوکت مرده بودن کو؟ بله استاد، خدا رحمتشون کنه. انا آنها هم نمردند. یعنی چه خیل استاد؟ اونال آنها را از ما پنهان کرده بوده است. این چه خیل میشود استاد؟ اکی کنعان و شوکت زنده هستند و زیر؟ بله هجری، اژدها مرد، کنعان و شوکت زنده اند. دیگر چیزی نیست که بترسی. خیر، شب بخیر تا بازدید. میلش آرامانه خواب کن. خیر تا بازدید. شب بخیر استاد. چی شده است هجری؟ این چه خیل شده باشد؟ ملیس، تو هم سرت رو در کتیوی من گذاری و من باشم موی زیبایی تو رو دست رسانم. من مثل این کلاس شده نمیتونم مگر؟ جونی ما جون نیست مگر؟ کمال لبای خوابم گرفته است. رو خواب کن ملیس. وای، سرم را در کتفت گذاشته خواب کرده میتوانم. چیگه باشد؟ نه برادر، این حقیقت نیست، خیال است، خیال. از کجا؟ مگر ملیس سرش را در کتفی من میگذاشته است؟ در خواب بینم، باور نمیکنم. وای، فقط پرسیدم که سرم را در کتفت گذاشته میتوانم. جواب ده آخر. شانسی مرا بینید، تنها در خیالم ملیس سرش را در کتفم میگذارد. خیر، گذار. چه خیلی نباشد خیال است. پول نخورد. خیر میلش، گذار. چه خیل خیال؟ چی ها میگوی تو؟ با تو گفتم که گذار ملیس. تو مرا مسخره داری کمال؟ نه، از فکرم گشتم، نگذار. میخواهم ملیس در حقیقت مرا دوست دارد، در خیال نه. این خیال ها تا کی آخر؟ حاضر تو رو به همین خیال هایت سرم را نمیگذارم در کتفت. گپ را بیننده، به این هم نمیخواهم. میخواهم که ملیس مرا در حقیقت دوست دارد. آنها چیکار کرده استادان؟ نفهمیدم. من هم نفهمیدم. آخر من حقیقی هستم، خیال نیستم. خیالی ملیس، گپ را دراز کردی. در بخی گوشم مثل زنبور وز نکن. رو با تو گفتم نمیخوام، رو از اینجا. چی گفتی؟ یا خدایا، این خیالی ملیس حتی گپ را نمیفهمد. چی گپ هست اینجا؟ دختر مرا خیلی خوب آموخته است. من میروم. رو ملیس، سرم رو گرنگ کردی. روزی دراز ود گرنگم کردی. کمال تو چی کار میکنی؟ چی کار کردم زهرو؟ ملیس رو رفت گفتی؟ این رو میگویی؟ این خیال است، خیال، حقیقی نیست. تو اهمیت ندی. او چی میگوید؟ به فکرم دیوانه شده است، مثل پدرش شده است. یعنی درد عشق آدم رو همین خیل میکرده است. یا خدایا دختر، تو حالا هم اینجا هستی؟ رو از اینجا، منتظر نشو. رو کمال، تو دیوانه هستی؟ این ملیس حقیقی است؟ نه، این خیال است، خیال. اهمیت ندی.